آیا هوش مصنوعی شغل‌ها را از بین میبرد؟ پس زنبورداری چه میشود؟ این روزها همه از هوش مصنوعی میترسند. میگویند جای انسان را میگیرد. اما یک حقیقت ساده وجود دارد. هوش مصنوعی نمیتواند جای کسی را بگیرد که با طبیعت و جان موجودات زنده سر و کار دارد. البته در آینده نزدیک، ولی در مراحل تکامل ربات‌ها و سطح هوش انسانی معادل متفاوت خواهد بود. زنبورداری فقط تولید عسل نیست. تصمیم، تجربه و درک طبیعت است. هوش مصنوعی میتواند هشدار بدهد، تحلیل کند، جلوی تلفات را بگیرد، اما نمیتواند تجربه، مسئولیت و ارتباط انسانی را جایگزین کند. زنبورداری سنتی میماند، اما هوشمندتر میشود. برنده آینده کسی است که به سنت احترام بگذارد، از تکنولوژی نترسد، یاد بگیرد. نظرت چیه؟ تکنولوژی تهدید است یا فرصت؟